کار هست که در اینجا گفته که we are pleased to invite the applications for 1000 scholarships from Afghan nationals که ما دعوت میکنیم درخواسته ها را برای 1000 اسکالرشیپ آنلاین از اول سپتامبر که در نقطه لیسانس و ماستری ارائه میشه به صورت آنلاین در دانشگاه های هندوستان که از طریق این پلتفرم تمام میشه و فیس دانشگاه پرداخت میشه و دیگه استایپند یا کمک هزینه دیگه پرداخت نمیشه و ثبت نام هم از طریق از لینک انجام میشه. خب این که 100% درست هست و شما میتونید حتما در برنامه ثبت نام کنید. راجع به اطلاعیه دوم که گفته به صورت حضوری و همکاری وزارت تحصیلات عالی افغانستان بورسیه ارائه میشه که وزارت تحصیلات متقاضیان را انتخاب میکنه و برای سفارت لیستش میفرسته و بعد سفارت کارایش پیش میبره. حالا این معلومات از کجا شد؟ این معلومات ما از سایت وزارت خارجه هندوستان دانلود کردیم و که این فایل PDF هست و در اینجا شما تاریخش میبینیم که 2/9/2025 ساعت 10 بوده و این را مطابق از این اطلاعیه ما نشر کردیم مطابق از این PDF و اینجا تمام معلوماتش هست که PhD هست، لیسانس هست، ماستری هست، رشته هایش ذکر هست و همچنان شرایطش ذکر هست و پروسیسش که توسط وزارت تحصیلات افغانستان میشه همون پروسه‌ای که در دوران جمهوریت و در قسمت هم لیست سایت ها هست ممکن از اینجا معلومات بگیریم و در قسمت هم لیست های تماس هایی هست که شما ممکن به تماس شوید چگونه با سفارت و یا با وزارت تحصیلات عالی. خب ما چرا این نشر کردیم؟ ما مطابقی از این تاریخ این نشر کردیم ولی دو چیز فعلا ما را مشکوک ساخته و مطمئنیم که این فایل از سابقه هست و جدید ممکن است نباشه. یک چیزی که ما را مشکوک ساخت اول این بود که اینجا نوشته هست که در بخش ارتباطات وزارت تحصیلات عالی دکتر نفیسه مسعودی هست که شما فعلا نمیدونید که ایشان اونجا هست یا نیست. شما میتونید از طریق این شماره تلفن یا ایمیل آدرس به تماس شوید میتونید معلومات بگیرید که درست هست یا نیست و یا این ایمیل آدرس هایی که اینجا هست به تماس شوید. خب این یک نکته ما فکر میکنم که ممکن است فعلا نباشه و خانم در وزارت تحصیلات عالی و این یکی از علائم است که نشان میده این اطلاعیه از سابقه هست و مسئله دیگه این هست که ما همین فایل را دوباره دانلود کردیم همین لینک را همیالم که اگر دانلود بکنیم اینجا خب اینجا چه چیزی که سیو بکنیم هم اینجا نشان میده. اینجا میبینیم که تاریخ را 14:52 یا ساعت 3 بجه نشان میده. همین دقیقا همین ساعت کامپیوتر ما هست. پس این تاریخش مربوط تاریخی که این چاپ شده نه تاریخی که این اطلاعیه در سایت آپلود شده. پس